سلام با کلی پیگیر کنندگان برنامه ترانسفر در عمل که روی اکران آمدن هر نشر برنامه ما را از گزارش های زمستانه ترانسفری انتظارید. با آغاز سخن سری بازارکنای فوتبال محلی میتوان گفت که در ردیف روشن و استقلال 2 سال اخیر همچنین وخش در بازارها چکان و بیدار است. وخش اگر نخست با بازیکنان صابرجان خولماتوف، علیشیر شکوروف، امانوئل موننگو، میکیتا پترمن، حیدر ستاروف، صلاح‌الدین ایرگاشев و دروازه‌بان سردار کابولجانov خیرباد کرده بود. از جانب دیگر دروازه‌بان 24 ساله اسلواکی آدم کوواچ در صف تمرین‌های این دسته قرار دارد. پس در حالی که بازیگر نیتر از اروپا و وخش آمد، عجب نیست که باز اروپاییان دیگر نیز فوتبال وطن را در ملک زرخیز خطلان زمین خبر میگیرند. سخنهای مربوط به سوداکاری از وطنی فوتبال را در این برنامه از منچستر یونایتد شروع میکنیم. دسته‌ای که بیش از 1.3 میلیارد پوند استرلینگ بهره ترانسفرات در 10 سال مصرف نمود، ولی در این 10 سال 10 جایزه هم به دست نآورد. بی‌ضابطه کار این است که دسته منچستری الکی 319 میلیون پوند استرلینگ از برای بازیگران خریده شده قرضدار هست و نتیجه های دستاوی هم بدتر و بدتر می شوند. با قول اتلتیک کمی کم 154 میلیون دیگر برای دیوان سرخ ضرور است تا در دوام سال جاری مصرفیات ها را پوشانند. این هم در حالی است که درآمد سالانه از برای موسم جاری 118 میلیون پوند تشکیل داده بود و این هم در قیاس به 264 میلیون پوند موسم 18-19 البته که کمتر است. اگر رقم‌های دیگری وابسته به مالیه و قرضداری دسته جیم ردکلیف را یک طرف گذاریم، در اصل وضعیت در امیو واقعا هم ناجور و وخیم است. کار تا جایی رسید که شیفت اتاق‌ها در اولترافورد وقتی بارانگری ها آبگذران شده و در خود ورزشگاه موش‌ها حکمران شدند. زمان تنهاگ اگر بر عوض میلیون ها بازیگر به منچستر می آمد و از نتیجه و جایزه درکی نبود، وقتی امرین باشد دیگران مغروری و سرفرازی مالی تاریخ شد و کلی امتیازها در این دسته بزرگ از بین برده شد. امیو این حال نه تنها بازیگرانی نو خریداری کردن نمیتواند، بلکه از برای کم کردن روی خط معاش بازیگران قسمتی از سربازان ارتش فوتبالی خود را از دسته جواب دادن است. یکی از آن نفرانی که بر عوض پول گران به دسته جایزه داران آمد و برعکس فایده ضرر آورد، این آنتونی برزیلی می باشد. این بازیگر 24 ساله که هنوز ماه آگوست سال 22 بر عوض قریب 100 میلیون یورو از آیاکس به امیو آمد، با جای آوردن گل های زیاد و جایزه در ورزشگاه اولترافورد پرابلم‌های زیاد و دردی سر آورد. در مسیر بیش از 2 سال فعالیت در چمپیونات انگلیا، این برزیلی پرسر و صدا نه تنها پول زیاد گرفتن را به دیگران آموخت، بلکه باز دسته خود را از جهت مالیوی سخت قرضدار هم کرده بود. بعد از اینکه این موسم آنتونی تنها 8 بازی گذرانید و یگان عملی نتیجه بخش نداشت، او را به اجاره به بتیس اسپانی روان نمودند. ممکن تا آخر موسم آنتونی در صف بودرینگ ها دیگر باره اسلوب گلزنی را یاد بگیرد و این مراتبه آمدن به منچستر برای دیوان سرخ سخت در کار شود. همزمان دسته دیگری بزرگ وطنی فوتبال که در دوران معاصر با پولداری معروف و مشهور است، چلسی می باشد. در عالم ترانسفری نشانداد رکوردی گذاشت. با خریداری دفاعگر منتخب فوتبال بانوان آمریکا نامی گیرما بر عوض 1.1 میلیون دلار در فوتبال بانوان از جانب دسته لندنی رکورد جهانی گذاشته شد. یعنی معنای گپ این که در تاریخ فوتبال بانوان تا این دم یگان دسته دیگر فوتبال بازبانو را اینقدر قیمت نخریده بود. گزارش گیرما از سان دیگوی آمریکا با چلسی لندن بر عوض 1.1 میلیون دلار همین طریق گرانترین گزارش ترانسفری در فوتبال بانوان گردید. رکورد پیشینه باشد 767,000 دلار با ریچل کواندانانجا ثبت شده بود. شبکه ESPN خبر می‌دهد نسبت گیرمه 24 ساله همچنین تیم‌های بانوان ارسنال و لیون توجه کرده بودند، ولی چطوری دیدیم او اخیراً پیراهن کبودها را به بر کرد. روزنامه‌نگاری لاگالرنا رامون آلوارز دمونت باشد در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی ایکس اطلاع می‌دهد که رئال مادرید با دفاعگر لیورپول ترنت الکساندر آرنولد شرطنامه پیشکی امضا نموده است. طبق شرط‌های این سازشنامه بازیگر انگلیسی 26 ساله پس از انجام موسم جاری به صف لوس بلانکوس می‌پیوندد و تقریباً 18-20 میلیون یورو همچون مبلغ جایزوی بهره امضاکنی شرطنامه خواهد گرفت.
یادآور می‌شویم که مهلت قرارداد کاری ترنت با لیورپول تا 30 میلیون سال 25 عمل می‌کند. حمایتگری 26 ساله انگلیس بر ضمن بهترین ارسالگری گلی چون دفاعگر در تاریخ پرمیر لیگ انگلیا بودنش پس از موسم جاری مثل صلاح در هیئت سرخ‌ها بودن نمی‌خواهد و به سمت دعوتی بزرگتر می‌رود. در فوتبال انگلیا همچنین لستر سیتی توم کنون را به شفیلد یونایتد بر عوض 10 میلیون پوند فروخت و حمله‌ور ایرلندی با همین در چمپیونشیپ باقی میماند. به قول گیو می اسپورت دسته دوم چمپیونشیپ با حمله‌ور 22 ساله منتخب ایرلندیا شرطنامه تا سال 29 با امکان تمدید کنی به یک سال دیگر امضا نمود. نیمه اولی موسم جاری کنون در صف استوک سیتی 9 گل در 22 بازی به ثمر رسانیده است و اکنون قرار کرد که شماره گل‌هایش را در شیپ بیشتر کند. زنبورو از برندفورد باشند دفاعگر فیورنتینا مایکل کایودی را با امکان خریداری بر عوض 16 میلیون یورو به اجاره گرفتند. تیم انگلیسی تا آخر موسم با دفاعگر 20 ساله همکاری‌ها را به راه مانده موسم جاری سری آ کایودی تنها 5 بازی دایر کرده است. خلاص که در دسته عبارت از دنیوی‌ها و توماس فرانک نفران نو باز هم بیشتر می شوند. در ملک اسپانیا باشد بارسلونا یک از دفاعگران اساسی خویش را در دسته نگاه داشته توانست. این هم رونالد آراوخو بود که بعد صحبت‌ها با دکو اندیشه رفتن به تورین را یک طرف گذاشت و با دستش تمدید شرطنامه تا سال 2031 نمود. شوری علاقه اشاره شد یوونتوس پیشتر نسبت به آراوخو مراق ظاهر کرده بود و به بارسلونا از برایش 70 میلیون یورو پیشنهاد کرده بود، ولی در فرصت‌های آخرین تیر بیانکانرها در بردن آراوخو خاک خورد و او از این پس هم در دسته فلیک ریال مادرید را شکست دادن میگیرد. ولی آراوخو را اگر یوونتوس به تورین بردن نتوانست در اجارگی راندال کولوموانی از PSG هیچ مشکلی به میان نآمد. حمله‌ور منتخب فرانسه به صف زبرها طریق اجاره نیم ساله آمده از برای این قرارش یک جمعی 2 میلیون یورو به دست می‌آورد. مصرف جلوگی باشد میتواند 12.6 میلیون یورو را تشکیل دهد. موسم جاری کولوموانی 2 گل و 1 ارسال گلی در 10 بازی PSG در لیگ اول داشته در سری آ باشد الکی در اولین بازیش ضد ناپولی به زدن گل دست یافته بود. نفری که هنوز ماه سپتامبر سال 23 بر عوض قریب 100 میلیون یورو با شرطنامه 5 ساله از فرانکفورت و پاریژ آمده بود اکنون برای جستن کامیابی به تورین رفته است. در سنگر مربیان هم هفته اخیر چند تغییراتی نظر است به چشم رسید. اول اینکه سابق سرمربی دسته رونالدو رودی گارسیا منتخب بلژیک را تمرین می‌دهد. نفری را که رونالدو در النصر کلاً پسند نکرد از این پس در منتخب بلژیک تدسکو را عوض می‌کند. شرط‌های سازیش با متخصص 60 ساله فرانسوی اعلان نشده است. آخرین جای کاری گارسیا ناپولی بوده. این دسته را او از ماه ایول تا نوامبر سال 23 راهبری می‌کرد. این متخصص اینچنین سرمربی دستای سنت اتین، دیژون، لمان، لیل، روما، مارسل و لیون بود. موندستیم باشد بر ضمن چمپیون نشدنش در یوروی خانگی قرار کرد که تا سال 28 شرطنامه را با یولیان ناگلسمن تمدید کند. متخصص 37 ساله ماه سپتامبر سال 23 سرمربی تیم ملی آلمان شده بود. شرطنامه قبلی ناگلسمن با دسته تا تابستان سال 26 عمل میکرد. تیم ملی آلمان تحت رهبری ناگلسمن در میدان خود چمپیونات اروپا 24 را برگزار کرده و مرحله چهارک فینال برآمد و در فینال مسابقه از تیم ملی اسپانیا شکست خورده بود. ولی این نوبت ممکن با کسب تجربه بیشتر مربیگری با منتخب این مربی جوان بوندستیم را به زینه‌های بلندتر برآورد. همزمان منتخب فوتبال قزاقستان هم مربی رسیدگیش را زیاد طاقت نکرد و اخیراً به استعفا روان نمود. استانیسلاو چرچسوف همگی بعد نیم سال همکاری با فدراسیون فوتبال قزاقستان از وظیفه سرمربیگی این منتخب کنار می رود. هنوز در ماه ینور پرزیدنت فدراسیون فوتبال قزاقستان اتلت برمنقولوف یعنی نفری که چرچسوف را به کار آورده بود از وظیفه‌اش کنار رفت. نقشه رفتن به چمپیونات جهان 2026 را از همین منصبدار فوتبالی قزاق کشیده بود و می‌خواست آن را عملی کند، ولی چرچسوف نخستین بازیش را 0-0 با نروژ آغاز نموده در ادامه در 5 بازی پی هم با حساب 0-15 شکست خورد.
بر زمین چنین نتیجه بدترین استانیسلاو سلامیچ اگر تا آخر زمستان در منتخب قزاقستان باقی میماند شرطنامه‌اش باز تمدید میشد. اکنون باشد برای رفتن برمحل او باز 500,000 یورو جبران پولی 5 ماهه به جیب زده تا یافتن جای کاری نوبتی در کوههای قفقاز به پشت زده و حضور استراحت کردن میگیرد. و استانیسلاو چرچسو اگر در ملک قزاقستان حرف جی کلان گفتند فوتبال باز 16 ساله قزاق را باشد قزاقان با امید به لندن بردند. در حالی که همه در آسیای مرکزی از رفتن خوسانوف و سیتی میگویند داستان سدپایوی 16 سال از تیم کایرات هم به قول خپودم به صفی چلسی پیوست. ارزش این گزارش از کایرات الماتا 4 میلیون یورو است که آن هم به پول قزاقی بیش از 2 میلیارد تنگه را تشکیل می‌دهد. سدپایوی 16 ساله با دسته چلسی شرطنامه 5 ساله به امضا می‌رساند که امکان تمدید آن با رسیدن به سن 18 سالگی بازیگر و 1 سال دیگر دراز کرده می شود. در فوتبال باشگاه آلمان باشد اینتراخت فرانکفورت بعد آن یک از فروش مرموش مصری خلطه پر از پول به دست آورد بر عوض 21.5 میلیون یورو الیه وایی را از مارسیل با شرطنامه کاری تا سال 2030 شامل تیم کرد. حمله‌ور 22 ساله در تیم نوش تحت رقم 17 هم برآمد کرده به قول ژورنالیست فلاریان پلاتنبرگ مارسیل تابستان وایی را از لنس بر عوض 25 میلیون یورو خریداری کرده بود. این موسم وایی در 13 بازی لیگ اول تنها 3 گل داشته بود ولی بعد فروش یاویچ و کولومانی و مرموش از جانب اینتراخت میتوان گفت که وایی هم بعد 2-3 سال در بازار ارزشی برابر به لاجوارد و روبین پیدا میکند. سخن آخرین وابسته به فوتبال فرانسویان باشد مربوط بازگشت فوده بلا توری است. نفری که یک وقت در موناکو درخشش داشت و سپس در میلان از عرش به فرش پایین شد از این پس در صف گاور برآمد میکند. دفاعگر 28 ساله بعد قطعی شرطنامه با میلان هم دسته دلر کوزیایف شده. این دو نفر یک جای تلاش میکنند تا دستهشان به لیگ دوم نرود. در کشوری مثل موزه در خریطه روما بهر دراز کردن دستی کمک به موسفید رانیری یک بار 2 خریداری زمستانی انجام داد. نخست دفاعگر دیوین رنز از آیاکس شامل تیم گردیده. دفاعگر 22 ساله چون دستپروری تیم آمستردامی بیش از 100 رقابت رسمی در صف این تیم نیدرلندی دایر کرده است. در صف دسته شهر ابد زنده دیوین رقمی دوم را گرفته هشتمین بازیگر نیدرلندی در تاریخ این دسته گردید. همزمان روما دروازه‌بان پیرلویجی گالینی را از آتالانتا شامل تیم کرد و این نفر 29 ساله در تیم نوش رقمی 95 گرفت. پیشترین ایتالیایی اجاره‌گر در دسته‌های ویرونا، فیورنتینا، ناپولی و جنوا بازی نموده با وجود داشتن 139 بازی در سری آ یک زمان شرفی دسته‌های استون ویلا و توتنهام را در پرمیر لیگ انگلیس هم حفظ کرده است. اینقدر شماره دسته‌ها داشتن این دروازه‌بان معنای آن را دارد که این سرگردانی و هر طرف روی را دیگر تاریخ هم یاد ندارد. پارما باشد در نوبت خود یاکوب اندریک را با ارزش 6.1 میلیون یورو از اندورپن بلژیوی شامل تیم کرد و شرطنامه با بازیگری 22 ساله شوئدی تا سال 29 است. موسم جاری چمپیونات بلژیا اندریک 22 بازی گذرانید، 7 گل زد و 5 ارسالی گلی نمود ولی به ایتالیا آمده همان زمان شاهد شکست خانگی دسته نوش از میلان گردید. این کامبک خرسندی آور میلانی ها را ضد پارما همچنین از منبرها کایل واکر شاهد شد. دفاعگر انگلیسی که بعد چندین سالی در آرمان جایزه ها بودنش در تاتنهام و سیتی آمد و آنجا کلی جایزه های درکاری را مال خود کرد. این زمستان واکر طریق اجاره به میلان آمد و جانب رسانه‌ای امکان دارد او را از سیتی بر عوض 5 میلیون یورو خریداری کند. واکر در تیم نوش تحت رقم 32 برآمد کرده. این بازیگر 34 ساله بعد گذراندن 15 بازی در موسم جاری هم از بحران سیتی خلاص شد و هم دیگر سر به دیوارزنی های پپ را نخواهد دید. آنجا در پرمیر لیگ انگلیس باشد دیگر لرزیدن های پای خوسانوف در بازی اول و پرابلم های پپ هیچ دخلی به واکر ندارند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنزیت و پولدار باشید.